بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عصر شما بخیر آقا. اسم من پنتو در نام باشد و از مالدا هستم. وظیفه هم زنبورداری است. بعضی سوالات دارم که میخواهم از شما بپرسم. در اول درباره کافر میخواهم سوال کنم. برخی مسلمانان میگویند که غیر مسلمانان کافر هستند. تا جایی که مفهوم کافر را میدانم از کفر آمده است و به کسی گفته می شود که از قواعد و فرامین اسلام پیروی نمی کند. در یکی از رسالات یا کتب شما خوانده بودم که اگر می خواهید از این نام رهایی یابید باید اسلام را قبول کنید یا راه دیگری را پیدا کنید. راه دیگری را پیدا کنید را نخواندم، فقط از پیش خود اضافه کردم. اما معلوم دار است که ما با قوانین و فرامین اسلامی مخالفت و به احترامی نمی کنیم، چون خیلی از دوستان مسلمان دارم و با آنها معاشرت می کنم. پس چرا باز هم ما را نامسلمان و کافر می دانند؟ همین سوالم بود. برادر ما سوال کردند که کافر به چه کسی گفته می شود و خودشان معنای کافر را بیان کردند که گفتند نوارهای مرا تماشا کرده و ممکن کتابهایم را نیز خوانده باشند و بیان داشتند که کافر از کلمه کفر آمده است و معنایش رد کردن احکام اسلام است. کفر به معنای رد کردن است. به طور مختصر کسی که احکام اسلام را قبول نمی کند غیر مسلمان است. حالا غیر مسلمان هستید یا نه؟ پس به شما غیر مسلمان میگوییم و در آخر سخنتان گفتید که نمیخواهید کسی شما را کافر خطاب کند. آیا کافر گفتن به شما توهین معلوم می شود؟ این دشنام نیست، بلکه کافر به معنای کسی که اسلام را قبول ندارد که به انگلیسی به او غیر مسلمان میگویند. اگر به نظرتان حرف توهین آمیزی است پس اسلام را قبول کنید تا کسی شما را کافر نگوید. در کتابم همین را نوشته بودم، نه چیزی دیگری. ما که هیچ کدام احکام اسلامی را مخالفت نکرده ایم، پس باز هم چرا ما را کافر گفته می شود؟ قبول دارید که خداوند یکتاست؟ بله آقا. آیا قبول دارید که بت پرستی غلط است؟ آقا معنای بت پرستی را نفهمیدم. سجده کردن با مجسمه های سنگی درست است یا غلط؟ آقا ما که هندو هستیم، مجسمه درگا مادر و شیراوالی مادر را سجده میکنیم. شما تصور میکنید که با این عملتان عبادت میکنید، اما این عبادت نیست، زیرا در کتاب ویت هم نوشته شده که خداوند تصویر مجسمه ای ندارد. مطابق فرموده کتب مذهبی هندویسم، سجده کردن با بت‌های سنگی حتی در کتب‌های مذهبی هندو نیز غلط است. بنابراین اگر شما بت پرستی میکنید این عمل برخلاف اسلام است. شما چگونه میگویید که خلاف اسلام عمل انجام نمیدهم؟ لذا اگر شما بت را سجده میکنید قرآن فرموده که غلط است، ویت هم فرموده که غلط است، اما باز هم وقت شما چنین میکنید اگر کسی شما را کافر میگوید درست میگوید، یعنی شما غیر مسلمان هستید. حرفی بدی آن چیست؟ شما گفتید که خلاف فرامین اسلامی عمل نمیکنم، اما وقتی مجسمه ها را پوجا میکنید خلاف اسلام عمل کرده اید. آقا اگر بگویم که بت پرستی نمیکنم پس کافر نیستم؟ اگر بگویید که یک خدا را قبول دارم و بت پرستی نمیکنم. درست است، ما هم یک خدا را قبول داریم. موضوع احترام به بت‌ها مثل سجده کردن به درگا مادر یا شیراوالی مادر از آنان که انکار کرده نمیتوانیم. اگر انکار کنید به ویت نزدیک میشوید، به قرآن نزدیک میشوید. اگر انکار نمیکنید به قرآن نزدیک نشده اید. پس به این چنین شخص به عربی کافر و به انگلیسی نان مسلم و به هندی غیر مسلم میگویند. میبخشید آقا، یک سوال دیگر داشتم. با وجودی که مسلمان نیستم میتوانم به مکه حج بروم؟ برادر ما پرسیدند که آیا میتواند با وجود نامسلمان بودن به مکه حج برود یا نه. سوال اولم از شما این است که چرا به حج میروید در حالی که قبول ندارید بت پرستی غلط است؟ نه خیر آقا، سخنان شما را قبول کردم، اما سوال فرضی نمودم. درست است، وقتی قبول نمودید جواب میدهم که چرا غیر مسلمانان اجازه رفتن به مکه و مدینه را ندارند، زیرا هر شهر و محله از خود شرایط خاصی دارد. مثلا در هندوستان مناطق وجود دارد که به نام مناطق کنترل شده یاد می شود و آن مناطقی است که فقط افراد نظامی داخل آن می شوند. ملکی اجازه داخل شدن ندارد. بله، مردم ملکی اجازه داخل شدن ندارند. اگر بگوییم که من هم هندوستانی هستم باز هم میگویند که هرچند هندوستانی باشی باز هم در ساحات کنترل شده اجازه داخل شدن ندارید. فقط کسان داخل شده می توانند که زندگیشان را برای حفاظت وطن قربان می کنند. همین قسم مکه و مدینه مناطق کنترل شده برای مسلمانان است. فقط کسانی که اسلام را قبول دارند رفته می توانند و برای کسی دیگری اجازه رفتن نیست. این پاسخ اولتان. پاسخ دوم، برای رفتن به هر کشور شما با ویزا ضرورت دارید. وقتی در سال 1996 برای اولین بار به سنگاپور رفتم
در اوراق آگهی که به من دادند به زبان انگلیسی نوشته بود مجازات قاچاق مواد مخدر اعدام است. یعنی اگر مواد مخدر از نزد شما به دست بیاید اعدام خواهی شد. من که گفته نمیتوانم مجازات شما سختگیرانه است. یعنی وقت سنگاپور می روید از قوانین پیروی کنید. در غیر آن به سنگاپور نروید. به همین طریق رفتن به هر کشور شرایط خاصی دارد. رفتن به آمریکا شرایط بیشتری دارد. نوشته است که آیا شما یک تروریست هستید؟ این که چقدر مردم بله نوشته نمیدانم. آیا به سازمان‌های تروریستی وابسته هستید؟ تا هنوز کسی به این سوال پاسخ مثبت داده یا نه من نمیدانم. به همین طریق رفتن به مکه و مدینه نیز شرایط مهمی دارند. مهمترین شرط اول کسی که به مکه و مدینه می رود باید به زبان خود اقرار کند و بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله. هیچ معبود برحق غیر از الله نیست و محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده خداوند است. اگر همین قدر را شما قبول داشته باشید رفته می توانید. آقا وقتی ما 4 سال پیش آموزش میدیدیم یک دوستم بود که مانند برادر بزرگ با ما رفتار میکرد. او برای ما گفته بود که هرگاه از پیش مسجد گذر کردید اگر هیچ چیز را نمیدانستید فقط همین قدر بگویید لا اله الا الله محمد رسول الله کافی است. حالا که کلمه خواندید یقین دارید که خداوند یکتاست؟ بله. امروزه یقینتان حاصل شد که بت پرستی غلط است؟ پیش از این گناهی که کرده بودید بخشیده می شود. وقتی مسلمان شدید گناهانتان معاف می شود. سوم آیا قبول دارد که محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر خداوند است؟ بله. حالا می خواهید که مسلمان شوید؟ این به اجازه پدرجان و مادرجانم بستگی دارد. پدرجان و مادرجانتان نه، شما می خواهید که مسلمان شوید. تنهایی نمی خواهم، باید آنها هم بیایند و اینجا با هم یک جا تصمیم بگیریم. آنها اگر نیایند خداوند از آنها خواهد پرسید. اول که شما قبول کردید سپس آنها را می آورید، درست است؟ درست است، من که قلباً قبول دارم. پس شما قبول دارید که خداوند یکتاست؟ بله. قبول دارید که بت پرستی غلط است؟ غلط است. قبول دارید که حضرت محمد آخرین پیامبر الله است؟ بله. کسی بالای شما به زور اسلام را قبولانده؟ نه خیر. کدام فشار؟ نه خیر. کسی به شما رشوت داده؟ نه خیر. قلباً می خواهید که مسلمان شوید؟ بله قلباً می خواهم. بعد از این هر کسی را که به اسلام دعوت کنید می توانید. من به عربی قرائت می کنم، شما می توانید تکرارش کنید. چرا نه؟ اشهدو الله اله الا الله و اشهدو ان محمدن عبده و رسوله. ماشاءالله شما حالا مسلمان شدید و دعا میکنم که خداوند برایتان هدایت بیشتر بدهد و در دنیا و آخرت کامیابی نصیبتان گرداند. و خواهشم از شما این است که این پیام را برای والدینتان نیز برسانید، زیرا برای شما فرض است تا آنان را از حقیقت آگاه کنید. و انشاءالله اگر خواستید که مکه بروید پاسپورتتان را تغییر می دهید و انشاءالله به مکه رفته می توانید. اگر برایتان مشکل ایجاد شد به من بگویید، انشاءالله شما را همکاری خواهم کرد. دوستان گرامی، سپاس از این که ویدیو را تا آخر تماشا کردید. لطفاً نظریاتتان را درباره این پرسش و پاسخ در قسمت کامنت با ما شریک سازید. برای تماشای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را فشار داده گزینه آل را انتخاب کنید تا از نشر ویدیوهای بعدی ما آگاه شوید. برای حمایت از ما کافی است ویدیوهای ما را لایک و شیر کنید. تا نشر ویدیوی بعدی که باز انشاءالله خدمت حاضر می شویم، خداوند بزرگ یار و یاور همه ما باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.